آقا بلال از قزاقستان نوشتن که استاد عزیز توسل چه معنا دارد؟ ببینید، توسل، ما دو نوع توسل داریم، یکی توسل جایز، یکی توسل ناجایز. توسل جایز اون توسلی است که ما می توانیم به اسما و صفات الهی متوسل بشیم. مثلا وقتی شما دعا می کنید میگید ای پروردگار رحمان، یعنی صفت رحمان را وسیله قرار می دهید برای درخواست از الله متعال بر حسب اون دعایی که میخواهید بکنید. مثلا کسی طلب رزق و روزی میکنه از الله سبحانه و تعالی، میگه ای پروردگار رزاق، رزاق پروردگاری که رزق دهنده است، تو به من رزق و روزی حلال نصیب بکن. مثلا کسی گرفتار مشکلی هست، میخواد که الله سبحانه و تعالی بهش رحم بکنه، میگه ای پروردگار رحمان، ای پروردگار رحیم، یعنی صفت رحمان و رحیم رو وسیله قرار میده برای خواستن از الله سبحانه و تعالی، تو بر من رحم بکن. مثلا از دشمنی میترسه، از ترس اینکه بهش آسیبی برسانه، دعا میکنه که ای پروردگار قهار، ای پروردگار جبار، تو فلان دشمنی که در کمین من نشسته است رو نابود بگردان. یعنی ما باید بدونیم که این اسما و صفات الهی رو چگونه بهش متوسل بشیم. مثلا در وقت اینکه میخواد در حق دشمنی که بهش تجاوز کرده، بهش حمله کرده، دعا بکنه، نگه که ای پروردگار رحمان، ای پروردگار رحیم، این دشمن رو از من دور بگردان. یا وقتی که طلب رزق و روزی میکنه، فرزند میکنه، از الله سبحانه و تعالی دعا بکنه که ای پروردگار جبار، ای پروردگار قهار، تو به من رزق و روزی حلال نصیب بکن. این صفاتی که اسما و صفاتی که از الله سبحانه و تعالی است و در سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و در قرآن کریم ذکر شده، ما اینها را وسیله قرار میدیم برای خواستن از الله سبحانه و تعالی. این یک نمونه از وسیله جایز است. وسیله دوم، اعمال صالح، حج، روزه، زکات، صدقه، ساختن مسجد، مدرسه، بیمارستان، ساختن راه‌ها، کمک به مستمندان، همه اینا اعمال نیکی است که شما میتونید این اعمالتون را وسیله قرار بدید برای خواستن از الله سبحانه و تعالی. به این معنی که مدرسه ساختید در یک منطقه دوردستی برای تعلیم فرزندان مسلمانان، میگید پروردگارا گرفتار مشکلی شدید، پروردگارا من برای رضای تو فلان مدرسه رو در فلان روستا ساختم یا در فلان شهر ساختم و این عمل را خاص برای رضای تو انجام داده بودم. پروردگارا اگر این عمل من در درگاه تو قبول شده، تو مشکل من را حل بکن و فلان حاجت خود ذکر بکنه. این یک نوع توسل جایز است. توسل دیگر این که شما میرید پیش یک انسان متقی، عالم دین، انسان پرهیزگار، نه پیش دجالایی که تظاهر میکنن به تدین و به تقوا، میرید پیشش میگید در حق من دعا بکن. این یک نوع توسلی است که جایز است. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم می اومدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، از ایشون میخواستن که براشون طلب مغفرت بکنن، دعا بکنن. و انواع دیگری هست که در ضمن توسل مشروع، اما کلا میتونیم در این سه مورد خلاصه بکنیم. و توسل ناجایز این است که انسان بره قبری رو وسیله قرار بده، پیری رو وسیله قرار بده و کسی رو در دعای خود بخونه به عنوان وسیله، و یا خواستن از غیر الله سبحانه و تعالی به بهانه این که ما این رو وسیله قرار دادیم. مثلا دلیلشون میارن وابتغوا الیه الوسیله از قرآن کریم، ولکن در حقیقت از غیر الله سبحانه و تعالی میخوان. وسیله نیست، وسیله یک بهانه است. این آیه رو یک بهانه قرار میدن. یعنی کسانی که امروز میان رو بعضی از قبرها، پیش بعضی از انسانهای مشرک، مستقیما از اونها میخوان. بارها ما کلیپاشون رو پخش کردیم، مستقیما از علی، مستقیما از حسن، حسین، ابوالفضل، عباس و امام زمان. این وسیله نیست، این مستقیما اون صفات الهی رو
اختصاص دادن به انسان‌هایی که لیاقت اون رو ندارن. تشکر میکنیم از برادر عزیزمون بلال جان.